دلیل تامی داریم و نه مؤیدی که آوردن تام. اما نسبت به دلیل مجموعاً ما 3 اشکال بر فرمایش ایشون داریم. اولین اشکال این است که ما قبول داریم برخی از اجتهادات احکام شرعیه و استدلال بر احکام شرعیه بدیهی الانتاج هستند و نیاز به استدلال و مباحث منطقی ندارند. اما موارد فراوانی در فقه داریم که نیاز به استدلال منطقی داره. آیا منظور اولین اشکال چیه؟ او کبرای استدلالشون رو ما قبول نداریم که آقا تمام استدلالات برای استنباط حکم شرعی اینا چی هستن؟ بدیهی الانتاجن، ما نیاز به استدلال منطقی نداریم. بله، به نحو موجبه جزئیه فرمایش شما درست، در بعضی جاها ما نیاز به استدلال منطقی نداریم، اما در کثیری از مباحث فقهی ما نیاز به استدلال منطقی داریم. به عنوان نمونه یادداشت بفرمایید. قیاس، استقرا، مغالطه، تمثیل. ببینید در برخی موارد ما تو روایات میگیم که از باب قیاس اولویت این حکمی که برای خدمتتون عرض کنم که مقیسون علیه هست برای مقیس هم هست. خب اول الکلام قیاس چیه؟ چند قسم قیاس داریم؟ قیاس صحیح کدومه؟ قیاس باطل کدومه؟ اینا در کدام علم باید بیاموزیم؟ بله؟ تو علم منطق دیگه. آیا شما از مباحث قیاس در استنباط حکم شرعی استفاده میکنید یا نمیکنید؟ قطعا میکنیم. بله؟ قطعا میکنیم. خب شما وقتی به آیه میرسید ولا تقل لهما افن، میگه وقتی قرآن اف گفتن را به والدین جایز نمیداند، بعد میگیم به طریق اولا لا تضربهما لا تشتمهما. و از چه بابه؟ از باب قیاس اولویت دیگه. خب این قیاس اولویت، مباحث قیاس رو خدمتتون عرض کنم که باید در علم منطق آموخته باشد، چون فرق باید بگذاره بین قیاس صحیح و قیاس باطل. دقت فرمودید؟ یا مباحث دیگری که عرض کردم اینا جایشون خدمتتون عرض کنم تو علم منطقه. پس اولا عرض میکنیم که اگر در برخی مباحث اجتهادی ما نیاز به مباحث منطقی نداریم، دلیل نمیشه که در همه مباحث اجتهادی ما نیاز به منطق نداشته باشیم. این اولا. ثانیاً این ثانیاً رو اینجور بیان میکنیم. نیاز بر 2 قسمه. یک، نیاز مباشرتی و بلاواسطه. 2، نیاز غیر مباشری و معل واسطه. توضیح مطلب:
اجتهاد به برخی از علوم به طور مباشری و بلاواسطه احتیاج دارد. به اینا میگیم معدات مباشری، معدات بلاواسطه، یعنی نقش، بفرمایید، نقش و تأثیرگذاریشون بلاواسطه است. مثل چی؟ مثل علم اصول، اینی که خودتون قبول دارید. بله، مرحوم آقای خویی قبول دارد که علم اصول بلاواسطه از معدات اجتهاده، اما برخی از علوم بله نقش و تأثیرشون در اجتهاد مع واسطه هستند. با این مقدمه جواب دوم اینه که سلمنا که فقیه در استنباط احکام شرعی مباشرتاً احتیاج به قواعد منطقی ندارد. بله، اما آیا کسی که میخواد از اصول کمک بگیره در اجتهاد، مباحث اصولی متوقف بر منطق هست یا نیست؟ به این جواب دوم غیر از جواب اولا. جواب اول رو گفتیم نه، علم منطق مستقیما نقش دارد در اجتهاد. جواب دوم این مدت تنزل میکنیم، میگیم سلمنا که علم منطق بلا واسطه و مباشرتاً در اجتهاد نقشی ندارد. آیا نقش مع الواسطه رو شما هم انکار میکنید؟ چون بسیاری از مسائل اصولی متوقف بر مسائل چیه؟ منطقی است. مثال بزنید. مثلا میگیم که اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، اجتماع متناقضین، درست شد؟ تو بحث یک از مباحث اصول چیه؟ تعادل و تراجی هست یا نیست؟ درباره چی بحث میکنه؟ میگه گاهی اوقات دو تا روایت با همدیگه چی دارن؟ متضاد هستن. اجتماع ضدین چیه؟ محاله. گاهی اوقات دو تا روایت متناقضین هستن. اجتماع متناقضین محال است. این روایت اون روایت. خب بفرمایید بحث ضدین، متناقضین، مثلین، بله، که در اصول از اونها به کار میبریم، این قاعده رو کجا آموختیم ما؟ این قاعده رو تو علم منطق. یعنی شخصی که در علم اصول میگه رابطه این دو تا روایت رابطه تناقضه و اجتماع متناقضین محاله. خب از شما سوال میکنه اصلا متناقضین یعنی چی؟ مباحث مثلین، متضادین، متناقضین رو کجا میآموزیم؟ در علم منطق. پس اشکال دوم اینه که سلمنا که علم منطق مباشرتاً در اجتهاد نقشی نداشته باشد، اما مع الواسطه نقش دارد، چون بسیاری از مباحث علم اصول محتاج به مباحث علم منطق است و علم اصول نقش در چی دارد؟ اجتهاد دارد. پس بنابراین علم منطق هم نقش در اجتهاد دارد، اما نه مع الواسطه، نه بلا واسطه، بلکه مع واسطه. روشن شد؟ اینم جواب دوم. اما جواب دیگری که گفتیم چند تا؟ 3 تا؟ نه 2 تا. بله گفتیم 3 تا جواب داره، اشتباه لفظی بوده، 2 جواب بوده. پس جواب اول چی شد؟ قبول نداریم که
نیاز نداشته باشه. اگر در بعض موارد نیاز به علم منطق ندارد، دلیل نیست که کلاً بگی نیاز به منطق ندارد. جواب دوم این که نیاز علم اجتهاد به منطق اگر مع الواسطه نباشد ولی بلا واسطه هست. روشن شد؟ این جواب از دلیل ایشون. اما اشکال بر مؤید و شاهدی که ایشون آوردن، میگه عدل و دلیل بر امکان شی یا عدم امکان شی وقوع و عدم وقوع اون شیه. اگر یه چیزی واقع نشد پس معلوم که ممکن نیست، واقع شد یعنی ممکنه. خب میخوام بفهمیم که آیا علم منطق جزء معدات اجتهاد هست یا معدات اجتهاد نیست. میگه نگاه کن به صدر اسلام، اصحاب اجتهاد میکردن ولی علم منطق نیاموخته بودن. پس دلیل بر این که اجتهاد نیاز به علم منطق ندارد. بر این فرمایش ایشون چند تا نقد وارده. یک اشکال نقضی. اشکال نقضی این است که قواعد علم اصول و بکارگیری علم اصول در بین اصحاب ائمه رایج نبوده است. پس بنابراین در زمان ناهازا هم بگوییم علم اصول از معدات اجتهاد نیست. هر جوابی که شما در باب علم اصول به ما دادید ما هم در علم منطق به شما میدیم. آسه دقیقه اشکال چی شد؟ ایشون گفت نیاز به علم منطق نداریم چون اصحاب ائمه از علم منطق قواعد منطقی استفاده نمی کردن. میگویم در صدر اسلام اصحاب پیامبر و ائمه از قواعد اصولی خدمت تذکر کنم که استفاده نمی کردن. پس الانم ما میگیم که قواعد اصولی جز معدات اجتهاد نیست. آیا میدونی حرفا بزنیم؟ بله؟ خود شما آقای خویی قبول دارید که علم اصول جزء معدات اجتهاد هست. هر جوابی که شما اینجا دادید اونجا میدید. اینجا چه جواب به ما میدید؟ شما میگید که اجتهاد چون در صدر اسلام سهل و آسان بوده نیاز به قواعد اصولی نبود، اما الان به خاطر کثرت موضوعات و مسائل مستحدثه ما نیاز به قواعد اصولی داریم. خب همین جواب ما به شما میدیم. بله؟ میگیم در صدر اسلام چون استنباط احکام بفرمایید سهل و آسان بوده اصحاب ائمه از قواعد منطقی استفاده نکردن، اما الان چرا؟ با توجه به کثرت موضوعات و مسائل مستحدثه ما برای استنباط احکام نیاز به چی داریم؟ علم منطق. روشن شد؟ به تعبیر دیگر به کار نبستن قواعد منطقی در میان اصحاب دلیل بر عدم نیاز نیست. روشن شد این جواب به تعبیر دیگر؟ بله اون موقع چون سهل و آسان بوده استفاده نکردن، اما استفاده نکردن دلیل بر عدم نیاز نیست. فرق است بین بکار بستن یک قاعده و بین عدم نیاز. نه، در صدر اسلام خدمت اجتهاد سهل و آسان بوده، از قواعد منطقی استفاده نمی کردن. درست شد؟ این اشکال نقضی. دقت کردین؟ میگه طبق حرف شما اصحاب ائمه
از مسائل قواعد اصولی استفاده نمی‌کردن، پس تعلیم قواعد اصولی لازم نیست. با اینکه شما خودتون قبول دارید که لازم هست. هر جوابی که شما در رابطه با مسائل اصولی دادید، ما هم در رابطه با قواعد منطقی به شما بدیم. باشه شد؟ یا اول. ثانیاً چه کسی گفته است اصحاب ائمه از مسائل منطقی استفاده نکردن برای استنباط حکم شرعی؟ جواب میکنیم مثل کبرای قضیه رو ما قبول نمی کنیم. کی گفته؟ هذا اول کلام. بلکه اصحاب ائمه علیهم السلام از مسائل منطقی برای اجتهاد و استنباط حکم شرعی استفاده می‌کردن، حتی اهل البیت علیهم السلام. منتها چنانچه که گفتیم استفاده از یک علم یا بلا واسطه است یا معل واسطه می باشد و اصحاب ائمه از علم منطق معل واسطه برای اجتهاد استفاده می کردن. چنانچه سابقا هم این روایت از مولای متقیان علی علیه السلام در رابطه با اثبات اقل الحمل 6 ماه است. بله، اقل الحمل 6 ماه است. حضرت از باب جمع بین عام و خاص استفاده کرد. یادتون هست یا نه؟ و حمله و فصاله 30 شهر. یا عامه. درست شده؟ اما آیه دیگر داره که حولین کاملین، این میشه خاص. حضرت از جمع بین عام و خاص نتیجه گرفته است که اقل هم چه 6 ماست. خب این جمع بین عام و خاص قاعده اصولیه، اما عام چیه؟ خاص چیه؟ این کجا باز؟ منطق. پس بنابراین ائمه علیهم السلام و اصحاب ائمه هم از قواعد منطقی بفرمایید در اجتهاد استفاده میکردن، اما نقش علم منطق در این امور معل واسطه بوده است. پس بنابراین شما نمیتونید سلب کلی بکنید بگه آقا علم منطق هیچ نقشی در اجتهاد بفرمایید ندارد. نخیر. پس اولا اشکال نقضی کردیم، ثانیا بفرمایید یه اشکال حل کردیم. ثالثا اجتهاد و استنباط از صدر اسلام تا کنون به شکل واحد نبوده است. در زمان اصحاب ائمه علیهم السلام استنباط غامض و دشوار بفرمایید نبوده است، به خلاف عصر غیبت کبرا به بعد که اجتهاد و استنباط به شکل پیچیده و سختی در آمده است. و عدم استفاده از علم منطق در یک زمان
دلیل بر عدم احتیاج به علم منطق در زمان دیگر بفرمایید نمیشه. آیا همین روشن شد؟ چرا اصحاب ائمه از علم منطق استفاده نمی‌کردن؟ چون اجتهاد در اون زمان خیلی سهل و آسان بوده. بله، مسائل اجتماعی به این گستردگی نبوده است، به این پیچیدگی نبوده. خب خیلی سهل و آسان بوده، 2 تا 3 تا روایت رو کنار هم می‌گذاشتن، حکم شرعی رو به دست می آوردن. اما امروزه شما می‌بینید این مسائل مستحدثه به وجود میاد، یعنی موضوعاتی که در عصر ائمه اصلا وجود نداشت. خب الان ما باید بگیم این موضوعات جدیده حکم دارن یا ندارن؟ قطعا حکم دارن. خب ما این حکمشون رو از چی باید به دست بیاریم؟ از آیات و روایات. اما کیفیت استدلال رو باید قبلش علوم معده ما آموخته باشیم. این خدمتتون عرض کنم که 3 اشکالم بر مؤید ایشون. پس به نظر میرسه فتحصل من اول درس الی هنا که ما نیازمند به علم منطق هستیم، مثل علم اصول. و فرمایشی هم که مرحوم آقای خویی فرمودن به نظر قاصر ما مطلبشون مطلب تام نیست، یا به تعبیر مؤدبانه تر ما فرمایششون رو نمیتونیم هضم بکنیم. دقت فرمودید؟ به نظر میرسد که کلام تامی نباشد. و شاهد علی ذالک، و شاهد هم خیلی خوبه که اصحاب ائمه بفرمایید از علم منطق استفاده میکردن. علاوه بر اون فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه، اصحاب ائمه یادداشت کنید. هشام ابن حکم از اصحاب امام صادق رساله‌ای در باب الفاظ نوشته که بخشی از این مباحث الفاظ دانستنش فرع بر دانستن مباحث منطقی است. یونس ابن عبدالرحمن رضوان الله تعالی علیه شاگرد امام کاظم کتابی داره به نام اختلاف الحدیث. اختلاف الحدیث در بحث تعادل و تراجی نوشته. خب این مباحث هم بفرمایید به یک نحوی مرتبط می شود به مباحث منطقی. از که وقت تو بحث تعادل و تراجی بحث می کنید صحبت از متناقضین، متضادین، مثلین می شود. خب اینا رو باید چه کنیم؟ قبلش تو منطق خونده باشیم که الان میگیم این 2 تا روایت با هم دیگه چی دارن؟ متناقض هستن. جناب ابو سهل نوبختی کتابی داره به نام ابطال القیاس. ابطال القیاس. خب شما اول باید بدونید قیاس چیه، بعد ببینید آیا قیاس بله صحیح یا قیاس باطل می باشد. تم الکلام در این گام 4 یا 5. اما علم دیگری که جزء معدات اجتهاد است دانش رجاله. دانش رجاله. خب طبق روال و روش ما اول باید تعریف بکنیم از علم رجال چیه، بعد بیایم بحث بکنیم آیا علم رجال
جزء علوم معده اجتهاد هست یا خیر؟ و در پایان هم دیدگاه و نظر خودمون رو بیان بکنیم که ببینیم اگر اقوالی وجود دارد قول حق کدام. اما تعریف علم رجال این یا کم کن یا خاموش کن، ما داریم یخ میزنیم، حالا شما داریم می‌نویسید خوبه. خب اما تعریف علم رجال یادداشت بفرمایید. هو علم یبحث فیه، هو علم یبحث فیه عن احوال الروات، هو علم یبحث فیه عن احوال الروات من حیث اتصافهم به شرائط قبول اخبارهم و عدمه. خب میگه علم رجال دانشی است که بله به معرفی احوال راویان بحث میکنه، از صفات اونها بحث میکنه که آیا اینها این صفات را دارن تا خبرشون مقبول واقع بشه، یا این صفات رو ندارن پس خبرشون مورد قبول واقع نمیشه. پس علم رجال علمی است که در رابطه با حالات و صفات و ویژگی‌های راویان حدیث بحث میکنه. مثلا میگیم محمد بن یعقوب کلینی بله عن ابراهیم ابن هاشم عن ابی عن بزنتی عن الصادق علیه السلام. خب ببین از مرحوم کلینی تا امام صادق چند طبقه وجود داره، سلسله روات وجود داره. خب ما باید بحث بکنیم یعقوب کلینی آیا مورد قبول هست یا نیست؟ ابراهیم ابن هاشم چی؟ قبول نیست. پدرش هاشم چطور؟ بزنتی چطور؟ دقت کردید؟ باید تک تک این رواتی که در سلسله سند قرار میگیره حالاتشون و ویژگی‌هاشون برای ما مشخص که آیا شرایط را دارن یا ندارن. اگه شرایط را داشتن خبرشون رو چشم ما، اما اگه شرایط را نداشتن اون خبر مورد قبول واقع نمیشه. این تعریف علم رجال. یه تذکر یادداشت بفرمایید. 4 علم از جهاتی شبیه هم هستند: علم رجال، علم تراجم، علم درایه و علم فقه الحدیث. واسه دقیقی به کچ گفتم 4 تا چی؟ فقه الحدیث. اما فرق علم رجال و تراجم که نسبتشون عام و خاص هست این است که علم رجال از احوال راویان سلسله سند حدیث بحث می کند، اما علم تراجم از احوال شخصیت ها بحث می کند، خواه اون شخصیت راوی حدیث باشد یا راوی حدیث نباشد.
خب آقای سید منظور وجه اشتراکشون چیه؟ هر دوتا در رابطه با احوال افراد بحث میکنن، پس از این جهت با هم مشترکه. منتها فرقشون چیه؟ علم رجال از احوال شخصیتی بحث میکند که راوی سند حدیث باشد، کار به سایر رشته ها نداره. اما علم تراجم چطور؟ بله، اعم از این که میخواد راوی حدیث باشد یا نبوده باشد. درست شد؟ اما فرق علم رجال با علم درایه، وجه اشتراکشان آن است که هر دو از شاخصه های علم حدیث است، یعنی یک نوع مرتبط به روایت و حدیث میشن. این وجه اشتراک. اما با این تفاوت علم رجال در رابطه با سند حدیث بحث میکند، ولی علم درایه از متن حدیث بحث میکنه. خوش شد؟ ببین یه دانش میاد احوال روات رو بحث میکنه، شما رو میرساند تا با امام معصوم، میگه من تا اینجا مسئولیت داشتم. اما آیا این روایت از باب تقیه از امام صادر شده یا از روی تقیه صادر نشده؟ منظور امام از این روایت چه بوده است؟ علم رجال میگه دیگه ربطی به من نداره. اینجا از علم شریف چی باید استفاده کنیم؟ درایه باید استفاده کنیم. اما یه علم دیگر هم داریم، بفرمایید. فقه بفرمایید حدیث می باشد. فقه الحدیث بفرمایید. فقه الحدیث در رابطه با محتوای روایت بحث می کند. در رابطه با محتوای روایت و برداشت معنای از حدیث بحث می کند. خب. پس ببین ما هم به علم رجال نیاز داریم، هم به علم درایه نیاز داریم، هم علم چی داریم؟ فقه الحدیث. این فقه الحدیث مهمتر از اونهای دیگره. او در رابطه با جهت صدور بحث میکنه، درایت علم درایه، که آیا برای تقیه بود یا غیر تقیه. فقه الحدیث خودش به فقه فهمیدن حدیث بحث میکنه، برداشت از حدیث بحث میکنه. خب پس اولین گام رو الحمدلله برداشتیم، تعریف علم رجال. علم رجال علمی است که در رابطه با حالات روات حدیث بحث میکند که آیا اینا وثاقت دارن یا وثاقت ندارن، آدم خوبی هستن یا آدم خوبی نیستن، که در نتیجه اگر حالاتشون حالت مثبت بوده حدیث اعتبار پیدا میکنه، اما اگر حالاتشون حالات درخشان نباشد حدیثشون از درجه اعتبار ساقط میشه. در ضمن اومدیم پرانتز باز کردیم، گفتیم 4 تا دانش است که اینها از یک جهت با هم اشتراک دارن، از جهت دیگر با هم افتراق دارن: علم رجال، تراجم، درایه و فقه الحدیث. اما بحث دومی که داریم که خیلی مهمه، اقوال در باب علم رجال است. 3 دیدگاه وجود دارد. 1. علم رجال از
مقدمات استنباط احکام شرعی است. هرگاه منبع سنت باشد و اهمیت آن به اندازه است که بدون استفاده از علم رجال، بله، اهمیت آن به اندازه است که بدون استفاده از علم رجال استنباط بسیاری از احکام شرعی ممکن نیست. خب این نگاه چیه؟ حد اکثری بفهمید یا افراطی؟ خیلی جایگاه علم رجال رو برد بالا 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 بالا. میگه اگر علم رجال نباشد، بله، استنباط بسیاری از احکام شرعی ممکن نیست. اگر دوستان میخوان اطلاعاتی بیشتر پیدا بکنن، کتابی داره حضرت استاد شیخنا الاستاد آقای صبحانی تحت عنوان چرایی علم رجال. چرایی علم رجال یعنی چرا ما به علم رجال احتیاج داریم. چرایی هم میشه فلسفه دیگه، بله. چرایی علم رجال، صفحه 85. این نظریه حد اکثریه، یعنی شأن علم رجال رو خیلی برد بالا که اگر علم رجال نباشه دست ما از استنباط بسیاری از احکام. چرا؟ این ما در رابطه با کتاب آیات نهایت گفتیم 500 تا آیه داریم. مباحث خدمت ارز کن، دلیل عقلی هم در فقه خیلی کمه. عمده منبع ما چیه؟ سنته. دقت هم بودید میگه اگه علم رجال نباشه دست ما از سنت کوتاه میشه. این یک قول دوم برعکس قول اول معتقدن در استنباط احکام شرعی. آیزیشان خبر چیه؟ در استنباط احکام شرعی هیچ نیازی به علم رجال نداریم. درست شد؟ او میگفت اگر نباشد کمیت ما میلنگه. این میگه اصلا آب پاکی رو دست ما ریخته، اصلا ما نیاز به علم رجال نداریم. قول سوم، این مطلبیم که گفتم قول دوم همون کتاب استاد صبحانی چرایی علم رجال صفحه 85. قول سوم، برخی از علما معتقدند روایاتی که مشهور باشد نیازی به علم رجال نیست، اما نسبت به سایر روایات نیازی به علم رجال داریم. حالا انشالله اگر خدا توفیق بده میرسیم. گاهی خود یک روایت شما میبینی از نظر سند چیه؟ ضعیفه، یا اصلا روایت مرسله هست، اما اصحاب به این روایت چرا کردن؟ عمل کردن، چون مشهوره. پس اینجا اصلا ما نیاز به علم رجال نداریم. اما طبق روال عادی اگر روایت مشهور نباشد ما نیاز به علم رجال داریم. خب قول حق هم همین قول سومه. دقت فرمودید قول حق هم قول سوم. اما عمده و مهم، بله، چالش ما با قول دومه. چرا یک عده که منظور ما حضرات اخباری هستند میگویند ما نیاز به علم رجال بفرمایید
نداریم. اینها برای اثبات مدعای خیش چند دلیل آوردن. پس ادله منکرین علم رجال. ما امروز به یکی دو تاش اشاره میکنیم، بقیه رو جلسه آینده. دلیل اول صحت تمام احادیث کتب اربعه. یعنی تمام روایات کتب اربعه قطعی صدور هست، همشون صحیحه. آقا وقتی منبعی داری که تمام مطالبش روایاتش قطعی صدوره، دوباره رفتن علم رجال خوندن چه معنی داره؟ بله لغوه. شما میخوای علم رجال بخوانید چیکار کنید؟ سند حدیث رو به دست بیارید. من به شما هم اول اطمینان میدم تمام روایات کتب اربعه ما چی هستن؟ قطعی الصدورن، صحیح السنده. پس دیگه نیازی به علم رجال ما نداریم. این فرمایش مرحوم آقای استرابادیه. برخی از اخباریون پا را فراتر گذاشته، یعنی از استرابادی هم بالاتر رفتن، پا را فراتر گذاشتن. می‌فرمایند همه روایات موجود در منابع شیعی اعم از کتب اربعه و غیر اربعه قطعی الصدور یا لااقل معتبر است. از این روشن شد. این بالاتر رفته. مرحوم استرابادی گفت کتب اربعه. این آقا اومده میگه نه، تمام مجامع روایی ما قطعی است صدور. خب ما دیگه نیاز علم رجال نداریم. منبع الحدائق الناظره، مرحوم آقای بهرانی، جلد 1 صفحه 64. خب دقت فرمودید؟ این خلاصه حرفشون. میگه اصلا تحصیل علم رجال لغوه، چون میخواد علم رجال بیاموزید، سند روایت رو درست کنید. من هم اول به شما اطمینان میدم طبق حرف مرحوم استرابادی کتب اربعه ما، طبق حرف مرحوم صاحب حدائق، تمام مجامع روایی ما قطعی صدور هستن. وقتی سندشون درسته دوباره دنبال علم رفتن بفرمایید. پاسخ، جواب، نقد. این سخن قطعی البطلان است، چون بسیاری از روایات ما در کتب اربعه و غیر اربعه صدورشون از معصوم، عدم صدورشون از معصوم قطعیه. ببینید ما این همه جعل حدیث داشتیم، وضع حدیث داشتیم، خیلی از این روایات وارد این کتب ما شده. کی گفته تمام روایات در کتب اربعه قطعی است؟ بفرمایید صدور. خب شما کی قطعی به صدور پیدا میکنید؟ سند روایت برای ما چی باشه؟ همین که تو کافی اومده قال صادق علیه السلام، واقعا این روایت امام صادق فرمود؟ میشه بگی؟ بله؟ خب میگه این کسی که اومده از امام صادق نقل کرده کیه؟ مثلا میگه آقای بزنطیه. میگه الان زمان ما با بزنطی چند نسل فاصله است، این واسطه ها کی بودن؟ مگه میشه آدم سند روایت رو بس
نکنه بگیم قطعی الصدور، چون بسیاری از روایاتی که در این کتب هستن مرسله هستن، مرفوعه هستن، مضمره هستن، با اثبات این که اینا از معصوم صادر شده. دقت فرمودید نیاز به کتاب چی داریم؟ نیاز به علم رجال داریم. این دلیل اول. دلیل دومشون این مقدار علمی تر میشه. پس دلیل اول خلاصه جوابش این که این حرف شما خلاف وجدانه. خلاف چیه؟ وجدان و واقعیت خارجی است. نه، بیا بشماری در کتب اربعه ببین چقدر روایات باطله ما داریم. دقت فرمودید؟ دلیل دوم عدم حجیت دیدگاه رجالیون. از دو جهت نظر اهل الرجال برای مجتهد حجت نیست. خب میگه شما میخواد زحمت بکشید، دقت کردید؟ احوال رجال رو چا کنید؟ بحث بکنید. این آدم خوبه، این آدم خوبه، این آدم خوبه، این آدم خوبه. خب اما حرف من رجالی برای شما فقیه حجت نیست. چرا؟ از دو جهت. جهت اول توضیحش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.